سلام. تحولات اخیر و جنگی که در منطقه رخ داد باعث شد که رضا تفرقه هم خودش رو به تک و تا بندازه که شاید این وسط یک تاجی نصیبش بشه. توی این مدت هم رفته بود پاریس خونه مامانش و تون کلیپ پر میکرد که از من خواستن که بیام شما رو رهبری کنم و شما رو به شکوفایی برسونم. I have stepped in to lead this campaign at the behest of my compatriots. I have a plan of action not only to manage this phase of transition but also to plan for Iran's future recovery and prosperity. آخه تو به من بگو تو چی رو تا به حال مدیریت کردی که الان فاز مدیریت گذار برداشتی؟ اونم مدیریت گذار و پساگذار. بابا تو یه مسابقه گل کوچیک تو محلتون مدیریت نکردی تا به حال. اصلا میدونی داری درباره چی صحبت میکنی؟ سوال مهمتر اینه که اصلا کی از تو خواست که خودتو بندازی وسط؟ Just a question here. Who are the compatriots who've approached you to try to helm this leadership push? خب از نگاه متعجبش معلومه که به این سوال تا به حال فکر نکرده بود. ببین این یکی از سوالات پایه‌ایه که اگر میخوای ادعای رهبری کنی باید قبلش روشن کنی که کی این عنوان رو بهت داده، وگرنه میشه رهبر خودخوانده. نگران فردای پس از سقوط جمهوری اسلامی نباشید. ما برای آینده ایران و شکوفایی‌اش برنامه داریم. ما برای 100 روز نخست پس از سقوط دوران گذار آماده ایم. آماده چی؟ ببین آخه تو هر ائتلافی که زدی 10 روزم دووم نیاورد. بعد چطور میخوای یک ایران رو 100 روز اونم توی خطیرترین شرایط بگردونی؟ اون از ققنوست، اون از جورجتاونت، همه‌شون رو زدی ترکوندی. بعد چطور انتظار داری کسی این حرفاتو جدی بگیره؟ با کپی برداری ناشیانه از شورای ملی مقاومت زدی به کاهتون و شورای ملی ایرانیان درست کردی؟ چی شد؟ پیمان نوین و ققنوس و وکالت و منشور و صندوق اعتصاب و بهره طویلی از ارواح شاد و ناشاد چی شد؟ اما اینکه چرا ایشون کسی هستش که خودش رو در جایگاهی میدونه که میتونه دوره گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام سیاسی با ثبات و دموکراتیک رو رهبری بکنه، این در واقع ادعایی هستش که از طرف شخص ایشون میاد. فراموش نکنیم که آقای پهلوی در حال حاضر هیچ حزب سیاسی مشخصی از مخالفین رو هم نمایندگی نمیکنه. اما به سبک و سیاق همیشگی آقای پهلوی ایشون تنها در این نشست خبری شرکت کرده، هیچ حزب و گروه سیاسی در اطرافش کنارش حضور ندارن، هیچ اسمی از گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژی‌های سیاسی و مرام‌های سیاسی خاصی مطرح نمیشه. دلیلش این هستش که آقای پهلوی همواره سعی کرده خودش رو یک رهبر فراجناحی و فراحزبی نشون بده که میتونه یک نقطه قوت براش باشه در اگر بخواد پادشاه ایران بشه، ولی حالا که میخواد رژیم ایران رو و رهبری یک انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران رو به دست بگیره و رژیم ایران رو عوض بکنه، پرسش‌های زیادی وجود داره درباره اینکه تمام این کارهایی که آقای پهلوی میخواد انجام بده رو با کی میخواد انجام بده. اون چهره و شخصیت‌ها سیاسی که قرار باشه همکاری بکنن دقیقاً چه کسانی هستن؟ میگه ما این برنامه رو نوشتیم، ما این کارو کردیم، ما این کار رو خواهیم کرد. این ما دقیقاً کیه؟ چون که ما جز چند واقعاً اسم که تعدادشون از انگشتان یک دست کمترند از اطرافیان آقای پهلوی اطلاع بیشتری نداریم و اساسا نمیدونیم که این گروهی که قراره آقای پهلوی رو همراهی بکنن برای این دوران گذار چه کسانی هستند. نکته مهم دیگه اینه که اگر کسی اینقدر برنامه‌ریزی کرده مثلا برای 100 روز بعد از سقوط خامنه‌ای، حتما به اینم فکر کرده که این حکومت اول چطوری باید سقوط کنه. فکر نکرده؟ نه فکر کرده. نتیجه فکر شده این: ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. هر نافرمانی شما از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. اجازه بده قبول نکنم که میتونی اینقدر نفهم باشی که ندونی با نرفتن سر کار نه تنها رژیم آخوندی چیزیش نمیشه، بلکه این حرف تو به مسخره میگیره. باور کن برای خودت میگم، خوب نگاه کن. کمکاری یا دیرکاری میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ببینین انقدر ذهنش فقیره که حالا همدسته با دشمن خارجی هست، همه اینو سر جاش، ولی انقدر کورتکسش نازکه که میخواد مثال بزنه که آقا مثلا چطور آشوب کنید و بریز بیرون و فلان اینا. میگه
دیر برید سر کار، زود برگردید. مثالش اینه. یعنی نادانو ببین. یعنی امداد رسانی به نظام ولایت بهتر از این میشه کرد؟ نه والا. آخه دورکاری رو که خود رژیم اعلام کرد. تیتر خبرها هم بهت نمیدن؟ نه که فکر کنی فقط یه بار اینو گفته مثلا حواسش نبوده از دهنش پریده. نه، تفکرش همینه. یعنی قاموسش بی‌هزینگیه. هر وقت میخواد به مردم یه چیزی بگه همینو میگه. اکنون هستش که باستی دست به اعتصابات بیشتر، سر کار نرفت، مسئله ترابری و به اصطلاح حمل و نقل کشور رو فلج کرد. کسانی که کارهای میدانی رو انجام میدن خوب آگاه هستن که البته در این وضعیت بمبارون این چیزا اولین کاری نستش که خودشون حفظ بکنن، جون خانواده‌شون حفظ بکنن، بی خودی نریزن تو خیابون به شکل زودرس. زمانش خواهد رسید. حالا اینکه زمانش کی هست رو که نمیگه، فقط میگه فعلا برید توی خونه هاتون تا زمانش برسه. مبادا حتی یک شعاری روی دیوار بنویسین یا یک مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای بگین. کار اصلی حفظ خودتون و خانواده است. حالا ممکنه یکی بگه که نه، این منظورش فقط طرفدارای خودشه که هر وقت بگه اونا میریزن بیرون، با اونا بخواد خطر ایجاد کنه. یه نفر یه خبری داد، گفتش که صحبت چیز بود که بله طرفدارای رضا پهلوی، گفت بزدلترین، ترسوترین، موش طرفدار رضا پهلوی. پس سوالی که مطرح میشه اینه که این توهم چطور توی ذهن بچه شاه ایجاد شده که داره توی ایران حکومت میکنه؟ آقای پهلوی توی این سخنرانی خیلی سخت داره تلاش میکنه که خودش رو به عنوان نماینده مردم ایران بعد از سقوط جمهوری اسلامی معرفی بکنه. بخش اصلی و تمرکز اصلی آقای پهلوی در این کنفرانس خبری و همچنین در سخنرانیش مربوط به دورانی هستش که جمهوری اسلامی سقوط کرده و او به شکلی حالا در تهران هست و به همراه دیگر همراهانش داره به فعالیت سیاسی در داخل کشور روی آورده و قدرت سیاسی رو هم به دست گرفته. هنوز سوالات بی‌پاسخ بسیاری در ارتباط با اینکه چگونه قراره چنین اتفاقی بیفته وجود داره. تنها راهکاری که برای سقوط نظام بچه شاه خیلی هم بهش تکیه میکنه استفاده از نیروهای امنیتی خود نظامه. یعنی همین بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اینا که خودش هم اصرار داره که بگه با اینا ارتباطات قوی داره و توی همه صحبتاش هم حتما به این موضوع اشاره میکنه که دائما با نیروهای امنیتی در ارتباطه و البته در حال فروپاشی است عملا. این رو هم از خود مقامات و مسئولین که از داخل خود سیستم به ما این خبرها رو میرسونن، چه بخش نظامیش چه بخش اطلاعاتیش، و در ضمن نگرانی که خب چه خواهد شد. نکته دیگر این که بسیاری از پرسنل ارتش و همچنان از مقامات دولتی یا امنیتی، آنها نیز به سهم خود به من اطلاع دادند که دارن خط خودشون رو از رژیم جدا میکنن و به زودی این رو به شکل مشهود به شما مردم نشان خواهند داد. حالا اینکه چرا هر وقت که رژیم توی سراشیب سقوط میفته یه سری از نیروهای امنیتی با این تماس میگیرن که اینو بکشن وسط هم خودش داستانیه. ولی از اونجایی که اینم ظاهرا توی این دنیای اوهامی که سیر میکنه باورش شده که واقعا عوامل سپاه میخوان شاهش کنن، تلاش میکنه هر چه بیشتر خودش رو برای سپاهیا لوس کنه و بهشون قول میده که من با شما نه تنها کاری ندارم بلکه شغلتون هم در آینده تضمین میکنم. اینجاست که پرسنل نظامی نقش بسیار کلیدی دارن که بیان و از مردمشون حمایت بکنن، بیان و نه تنها در این زمان کمک بکنن به سقوط کامل و از بین رفتن نظام، بلکه در فردای فروپاشی نقش بسیار مهمی خواهند داشت در حفظ امنیت و آرامش در کشورمون تا ما بتوانیم اون وقت این انتقال دموکراتیک رو در یک روند با ثبات و با امنیت بتونیم انجام بدیم. این یه چیزی است که امروز بر دوش اونهاست. دائما هم تاکید میکنه هم برای سرنگونی و هم برای حفظ امنیت و اداره کشور بعد از سرنگونی اتکاش فقط به همین نیروهای سرکوبگریه که دارن ملت رو هر روز توی خیابون‌ها لت و پار میکنند. این فرصتی است، یک دریچه فرصتی است که باستی منتهای بهره برداری ازش کرد. یک نقش بسیار کلیدی رو البته نیروهای نظامی ایفا خواهند کرد. اینجاست که میگم این فرصت الان باز فراهم بشه برای اون خیزش نهایی و از همه چیز از همکنون شروع میشه، نه تنها در ملحق شدن و به قول معروف ریزش از خود نظام به سمت مردم توسط کادرهای نظامی و انتظامی، ولی دیگر
کارمندان دولت یا کسانی که در نهادهای مهم و حساس کار میکنن باید ضربه نهایی رو به این نظام بزنیم. یعنی همه جا تاکیدش اینه که نقش کلیدی به عهده همین نیروهای سرکوبگر نظامه که اونا باید ریزش کنند و اونا هستند که باید ابتکار عمل رو دست بگیرند. خلاصه این که کلید و راه حل توی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیمه که حالا برای اینکه ریزش هم گر بگیره یه ایده جدید آورده. اینو گوش کن. امروز اعلام میکنم که یک کانال ارتباط رسمی برای نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس برقرار میکنم که مستقیما با من، تیم من در عملیات من تماس بگیرند. این یک پلتفرم امن هست که به صورت کارآمد مدیریت کنه رشد ارتباطاتی که به صورت فزاینده برقرار میشن برای کسانی که قصد دارن از این رژیم ببرند و به جنبش مردم ایران ملحق بشن. ایده رو دیدین؟ دقت کنین، میگه یک کانال ارتباط رسمی برای نیروهای نظامی و امنیتی و پلیسی برقرار میکنه که مستقیما با خودش و تیم عملیاتی اون تماس بگیرند. آیا از این واضح‌تر میشد حرف اصلی رو زد؟ ما تا حالا فکر میکردیم که رژیم توی اینه. حالا فهمیدیم که با کانال ارتباط رسمی برای نیروهای نظامی، امنیتی و پلیسی در واقع اینه که توی رژیم شیرجه میره. نقش کلیدی اونها هم که قبلا گفت، چه در حال و چه در آینده. اینجا آدم یاد اون کانال‌های رسمی میفته که داماد اول شاه اردشیر زاهدی رو یا مهره کلیدی ساواکش پرویز ثابتی رو توی کانال خودشون کردند. راستش توی این چند روز جنگ این بچه شاه هر ملقی زد و هر پشتکی زد ولی نشد که نشد و فقط خودش رو بیشتر بور و جزغاله کرد. I don't think I need a title to perform as a transitional leader. I think the reason people are looking for me to play that role is because of their confidence in me, their trust in me. He said, I've been doing this for 40 some years. I don't see nothing and nothing has happened. And these people are freaking suffering. And now there's a freaking war, okay, because you guys let the leadership become what it is. They need change. They need a freaking revolution. And I'm sorry, Pat, if I never even met the guy, that's not the guy. I'm sorry. Iran needs somebody to stand the hell up, Pat, rally the freaking people, rally the troops, get the freaking regime change and make the difference. That guy's not it. He's saying he's going to play the political rounding up. Yeah, what are you going to do? Sit there and say, okay, you lead this, you lead this. No. He ain't that dude. Yeah. He's just not. Yeah. He's not born for this. He's not ready for this. This leads me to, I think, maybe what Rob was trying to show. In D.C., there was a massive, on the Capitol lawn, basically silent protest on behalf of Iran. And the common theme was free Iran. And all they had was almost makeshift graves of all the people that have died at the hands of not only the Ayatollah, but apparently the Shah. The guy said it was 90% people that died at the hands of the Ayatollah. Wow. What I asked him was, this is in the middle of Washington, D.C. I was going to send you this. I saw this today, PBD. There's actually there's more videos, Rob, but what I did was I speak to the gentleman who was running the whole thing. He was part of the Mujahideen movement in Iran. I guess they're the number one sort of dissenters against, that's the same video, Rob. They're the number one dissenters against the Ayatollah. And I asked him point blank, I said, what are you looking for? He goes, we want to free Iran. I said, would you be happy with United States or Israel facilitating a regime change? He said, I want to do it ourselves. We want to do it ourselves. تجربه سقوط در سقوط اخیر بچه شاه تنها فایده که داشت این بود که پرده ها رو به طور حداکثری کنار زد و معلوم شد کلید و راه حل توی نیروهای امنیتی و نظامی همین رژیمه و خودش و تیمش هم توی همون کانال ارتباط رسمی برای نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس که گفت گیر کرده. شاه پرستا هم هر وقت جنگی بود باید به فکر حفظ خودشون و خانواده باشن. پس بی خود نمیگن رضا تفرقه. وقت بخیر و خدا نگهدار.